به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبان محترم برنامه فوتبال برتر. تشکر میکنم از آقا محمد رضا احمدی برای توضیحاتی که ارائه فرمودن. اما ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر بین تیم‌های استقلال تهران و مس رفسنجان. این هفته برای استقلال درد سرساز بشه. اونا هفته پیش پیکان رو شکست دادن، ماچه 2-0 زمینی که موقعیت براشون فراهم شد و ضربه از بالای دروازه خطرناک به بیرون رفت. بازم مالکیت در اختیار استقلالیاست. جالبه بدونیم بر اساس اون آمار متریکا استقلال بالاترین درصد مالکیت توپ رو تو این فصل در اختیار داشته. موقعیت براشون داره فراهم میشه. پشت محوطه جریمه فرصت هست برای بازیکنان استقلال. پس بالای دروازه به شکلی خطرناک به بیرون میره. حرکت خوب از نریمان جهان، میتونه ارسال کنه روی دروازه، برخورد میکنه با آسانی، اونجا کنترل کرده منیر الحدادی. یه لحظه اشتباه، موقعیت برای مسیا فراهم شده پشت محوطه جریمه. ضربه اختلاف زیاد از کنار دروازه به بیرون رفت. سال پاس بلند آرمان رمضانی رها میکنه که توپ برسه به کنیا. موقعیت خوب برای مسیا داره فراهم میشه. فرصت خوب برای مثل رفسنجان، ضربه که زدن عالی، توپ رو بلاک کردن. ضربه دوم از بالای دروازه به بیرون میره. خوب بود حرکتی که انجام دادن. ماتوس کاستا رفت و برگشتش خیلی خوبه، به این راحتی اجازه نمیده که بازیساز اونجا شک بگیره. حرکت پا به توپ خوبی که استقلالی انجام دادن، بردن برای آسانی رو پای چپش، خطرناک ضربه رو میزنه و دروازه باز میشه. حساب کار 1-0 به سود استقلال. بازم یاسر آسانی براشون گلزنی میکنه. از اولین موقعیت جدی که داشتن گل ساختن آبی پوشا و حساب کار رو 1-0 کردن. استقلال 1 مس رفسنجان 0. کاستا کمان فلا مقابلشه. حالا هردانی میاد ازش حمایت میکنه. پشت محوطه جریمه موقعیت شوتری داره فراهم میشه. توپ به مدافعین برخورد جعفر عباسی هر چقدر تلاش کرد به توپ نرسید و یه بار دیگه کورنر برای مس شک گرفته. رزاقینیا دوباره برمیگردونه، بازم تحت فشار. نقش بازیساز پاسای خوب و سالم میده. منیر الحدادی دوباره اقدام به شوت زنی. این بار توپ از کنار دروازه به بیرون میره. سریع هم با اون کنترل پاسه باعث شد که ریتم بازی استقلال حفظ بشه و همین موقعیت باعث شد برن تو حمله قرار بگیرن. کوشکی سر توپش خیلی خوب، اضافه شدن گودرزی. حالا رو پای چپ گودرزی ارسالش به روی دروازه خطرناکه. کنترلی که انجام میده سرخیزا میچرخه، میتونه حالا ضربه بزنه. کماکان موقعیت رو به عقب منیر الحدادی. توپ با اختلاف کم به بیرون رفت، به تور کناری دروازه اصابت کرد. چقدر خوب کار کردن از کوشکی که خوب بود تا ارسال گودرزی. سعید سرخیزان خیلی خوب کنترل کرد و پشت به دروازه کاش برای منیر چه فر خوبی داد به توپه و توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. منیر الحدادی حرکت، ضربه رو میزنه، توپ به مدافعین برخورد میکنه، جالب نبود. صالح هردانی شوت دومه چه شوت خوبی بود و با چه اختلاف کمی به بیرون رفت. فکر کنم حتی کورنر هم شد. داره کورنر رو گرفته کوپال ناظمی. با هم ببینیم این ضربه به مدافعین، سر ضرب همونو زد صالح هردانی. سر مدافعین استقلال زدن و حالا هردانی تو مسیر سرخیزان پاس میده. چه استارت خوبی زد سعید سرخیزان. یک پیکو رد کنه، میتونه موقعیت رو شک بده. عالی داره کار میکنه. فرصت برای گل دوم استقلال. حرکتش خوب بود اما ضربه نهاییشو خیلی خوب نزد سعید سرخیزان. چقدر به اون استارت خوب خودشو جدا کرده از مجید نصیری. نفرات استقلال بالا داخل محوطه جریمه. مسیا هم برگشتن، ارسال میاد به مقابله دروازه. خیلی خطرناکه، روی خط توپ رو نیما میرزازاد گرفت. چه موقعیت خوبی بود برای استقلالی. آشورماتوف میتونست دروازه رو برای بار دوم باز کنه، گرم کنه تا شاید بتونه ازش استفاده کنه. ساپینتو خود کوشکی حرکت میکنه، ضربه رو میزنه، خطرناک میزنه، مشت میکنه توپ رو. نیما میرزازاد رو برمیگردونه. زنده رو صالح هردانی اومد جلوش، توپ بگیره آسانی، توپ زد پشت اما فخرالدینی زودتر به توپ رسید. یه لحظه اشتباه از فخرالدینی. موقعیت برای سرخیزان، فرصت خوب برای استقلال فراهم شده. خود سعید سرخیزان میکاره رو به عقب. احمدی کنترل با پای چپ از همونجا شوت میزنه. توپو میبرن به سمت راست. هردانی سر توپ میزنه. صالح هردانی پاس بسیار خوب به وسط زمین. منیر الحدادی
چرخش خوب منیر، پاسش عالیه به سمت چپ. استقلال رفت تو موقعیت حمله قرار گرفت. گودرزی هم اضافه شده. فرصت ارسال برای اشاره فراهم میشه. ارسال به روی دروازه، پس کنار دروازه به بیرون رفت. چقدر خوب بود حرکت استقلالیا. هوادار استقلال نگران این توپ خطرناک به نظر میرسه با توجه به بازیکنان سرزنی که مس داره. خود جولانی ارسالش به روی دروازه خطرناکی، یه تاثیر گذاشت روش. حبیب فرعباسی خوشحالی هم میکنه از اینکه نذاشته توپ تبدیل به گل بشه. جلوش خورد زمین و واقعا مهارش سخت بود اما خوب از عهده‌اش بر اومد. سوت پایان مسابقه رو به صدا در میاره کوپال ناظمی. برتری یک گله استقلال مقابل مس رفسنجان تو بازی که قطعا از دیدنش لذت بردین. 3 امتیاز حساب استقلالیا واریز میشه. دوستانم در فوتبال برتر با شما همراه هم. من ازتون خداحافظی میکنم. شبتون بخیر و خدا نگهدار. امیدوارم که از تماشای بازی لذت کافی رو برده باشید. یادتون نره حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا بازی‌های آینده تیم محبوبتون رو از دست ندید. آسمون دلتون همیشه آبی باشه.